안녕하세요 여러분. سلام دوستان، به یه ویدیو دیگه از چنل من خوش اومدید. امروز قراره تو این ویدیو یکی از پرکاربردترین ضرب‌المثل‌های کره رو با هم دیگه یاد بگیریم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. 속담 یا ضرب‌المثلی که قراره امروز بخونیم: 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다. 가는 말 یعنی حرف رفته یا همون حرف زده شده. 곱다 به معنی زیبا. 오는 말 یعنی حرفی که میاد یا حرفی که برمیگرده. تعریف کره این ضرب‌المثل میشه: 자기가 먼저 남에게 잘 대해주어야 남도 나에게 잘 대해준다는 것. یعنی اول خود شخص باید با بقیه خوب رفتار کنه که بقیه هم باش خوب رفتار کنن. من ضرب‌المثل فارسی که معادل این ضرب‌المثل باشه پیدا نکردم، ولی میتونیم بگیم حرف خوب بزن تا حرف خوب بشنوی یا خوب رفتار کن تا باید خوب رفتار بشه. 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다. بریم یه مکالمه راجع به این ضرب‌المثل بخونیم تا بهتر درکش کنیم. مکالمه بین دو شخص جیون و مینسوه. اول یه دور روی مکالمه رو براتون میخونم، بعد ترجمه‌ش هم بهتون میگم. جیون: 민수야, 넌 바보야? 이번 시험에도 떨어졌다며. 민수: 내가 바보 아니야. 네가 바보야. 너랑 무슨 상관이야? 너나 잘해. 지은: 넌 왜 그래? 민수: 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다. 이것도 몰라? اول از همه جیون میگه مینسو تو احمقی؟ شنیدم که تو این امتحانم افتادی. مینسو هم میگه من احمق نیستم، تو احمقی. اصلا به تو چه؟ سرت به کار خودت باشه. جیون میگه تو چت شده؟ و مینسو میگه که 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다. اینو هم نمیدونی؟ این ضرب‌المثل یه ضرب‌المثل مشابه داره: 가는 독이 고야 오는 독도 크다. هر دو تا ضرب‌المثل به یه معنی‌اند و در یه شرایطی استفاده میشن، اما کلماتی که توشون به کار برده شده متفاوته. اگه ویدیوی امروز رو دوست داشتین که حتما لایک کنید، چون به من کلی انگیزه و امید میده تا ویدیوهای بیشتر و بهتری رو براتون بسازم. و اگه میخواین با من قدم به قدم زبان کره رو یاد بگیرین، حتما چنل من رو سابسکرایب کنین و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنین تا وقتی ویدیو جدیدی آپلود کردم با خبر بشین.